یه اتفاق عجیب افتاد در فوتبال کشورمون، مسابقات لیگ آزادگان. کوتاه‌ترین مسابقه‌ای که در ایران برگزار شد. شهراز شیراز و سایپا. خب زیر 30 ثانیه بازی تموم شد. چرا؟ چون تیم شیرازی با 7 نفر اومدن تو زمین، از 11 تا با 7 اومدن داخل زمین، سر 30 ثانیه یکیشون مصدوم شد رفت بیرون و طبق قانون زیر 7 نفر بازی کنسله. اومدن بیرون و سایپا 3-0 برنده شد. یعنی سایپا 11 نفره بود، رفتن تو زمین 30 ثانیه وایسادن، یکی مصدوم شد رفت بیرون، بازی تموم شد. چون دیدن تعدادشون خیلی کمه، 6 نفره چجوری بازی کنن طبق قانون؟ داور سوت پایان. اگه خودشون می‌خواستن ادامه بدن میشد. خودشون می‌خواستن بگن که ما 6 نفر شما 11 نفر. نه دیگه. خودشون نمی‌خواستن ادامه بدن چون زیر با تو 30 ثانیه کسی مصدوم نمیشه که. بعد چرا 7 نفر؟ حالا آقای